سلام دوستان، خوش آمدید به کانال غزل خان. در این ویدیو یکی از غزل‌های عاشقانه مولانا رو خواهیم شنید. لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت. آمدی کآتش در این عالم زنی، وا نگشتی تا نکردی عاقبت. ای ز عشقت عالمی ویران شده، قصد این ویرانه کردی عاقبت. من تو را مشغول می کردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت. عشق را بی خویش بردی در حرم، عقل را بیگانه کردی عاقبت. یا رسول الله ستون صبر را استن حنانه کردی عاقبت. شمع عالم بود لطف چاره گر، شمع را پروانه کردی عاقبت. یک سرم این سوست یک سر سوی تو، دو سرم چون شانه کردی عاقبت. دانه ای بیچاره بودم زیر خاک، دانه را دردانه کردی عاقبت. دانه ای را باغ و بستان ساختی، خاک را کاشانه کردی عاقبت. ای دل مجنون و از مجنون بتر، مردی و مردانه کردی عاقبت. کاسه سر از تو پر از تو تهی، کاسه را پیمانه کردی عاقبت. جان جانداران سرکش را به علم، عاشق جانانه کردی عاقبت. شمس تبریزی که مر هر ذره را، روشن و فرزانه کردی عاقبت.